میزنم ایران 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 جمهوری اسلامی نمیخواد نمیخواد جمهوری اسلامی نمیخواد نمیخواد جمهوری اسلامی نمیخواد نمیخواد جمهوری اسلامی نمیخواد نمیخواد حکومت ضد زن 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 نمیخواد نمیخواد زندانی سیاسی آزاد باید گردد 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 دوستان سلام عرض میکنم، همگی خوش اومدید. به افتخار خودتون، به افتخار این روز، به افتخار مبارزات مردم ایران برای سرنگونی یک حکومت قربتایی یک کف بلند بزنید. و همین از زنفر سازندگی فدراسیون متوسطه پناهندگان ایرانی در شهر استکهلم 10 سال من با پناهندگانی که از این جهنم و جهنمی که جمهوری اسلامی برای مردم در ایران درست کرده سر و کار دارم و میدونم که چه شرایطی قرار دارم. ما که شانس آوردیم قرار کردیم با مردمان قربانی 30 سال جنایت و تباهش حکومتی هستیم که مثل یک قده سرطان نه قده چرکی تو جای به اسم ایران تو حکومت و داره هر روز زندگی مردم را گرو میگیره، از فقر و فحشا و فلاکت، از خفقان و دیکتاتوری، از اعدام و شکنجه و زندان و سنگسار یک روز یک ثانیه دریغ نکرده و اگر میتر جمهوری اسلامی نبود، اگر این کار را نمیکرد یک روز سرپا نمیمود. بنابراین همه با هم میگیم مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر حکومت زن ستیز، مرگ بر حکومت زن ستیز، مرگ بر حکومت سنگسار، مرگ بر حکومت سنگسار. حکومت مذهبی نمیخوایم نمیخوایم، حکومت مذهبی نمیخوایم نمیخوایم، حکومت مذهبی نمیخوایم نمیخوایم، حکومت مذهبی نمیخوایم نمیخوایم. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور. مرگ بر دیکتاتور. You vote to now clearly. We're not white and green, not pro-Muslim, not pro-Farsi, not pro-Islamic. We're fighting against the Islamic Republic of Iran. مردم ایران جمهوری اسلامی نمیخوان، زنان آزادی میخوان، یک ذره تبعیض رو نباید قبول بکنیم، یک ذره کوتاه اومدن حکومت اسلامی رو نباید قبول بکنیم. کارگر تو ایران 10 میلیون اگه میخواد از این فقر و فلاکت پیدا بکنه یک ذره حکومت اسلامی رو نباید قبول بکنه. اگه زنان میخوان آپارتاید تو ایران تموم بشه، اگه میخوان جداسازی جنسی تموم بشه، اگه میخوان هر نوع ظلم و ستم تو ایران به هر معنی تموم بشه یک ذره حکومت اسلامی رو نباید قبول بکنیم.
یک ذره سازش رو نباید قبول کنیم. مرگ بر حکومت اسلامی. چی میگن؟ میگن پولای ما معلوم شد افتضاحات کدوم در کسی خامنه ایه رو باید پایین کشید دولت جمهوری اسلامی رو باید پایین کشید اما میگن همون دفعه میزنن که تو خیابونای تهران میزنن یادشون میره مردم توی ایران زیر اختناق نمیتونن زیر درمشون باز کنن شما اینجا که اختناق جلو سرتون نیست باید تمام حرف مردم ایران بزنید نه مردم ایران رو به عقل ببرید قبول نکنید همه حرفتون رو بزنید برای تمام آزادی بزنید مرگ بر جمهوری اسلامی سیاستی که شما رو دعوت میکنه به این جناح یا اون جناح رژیم نرید الله اکبر شعار ما نیست ما الله اکبر 100,000 نفر رو تو ایران اعدام کردن هر کسی که این زندان بوده هر زنی میدونه هر شلاقی که رو بدن اومده ما الله اکبر یا حسین اومده باید یه رخصت آسمان آزادی رو باید با قدرت گرفت باید با اتحاد گرفت باید با مبارزه گرفت خمینی و خامنه ای و موسوی و احمدی‌نژاد ما آزادی نمیدن مبارزه آزادی خانه آزادی رو گرفت باید حکومت اسلامی رو پایین کشید آزادی رو تثبیت کرد و از اون حراست کرد مرگ بر حکومت اسلامی زنده باد آزادی و برابری الان یه موزیک پخش میشه لطفاً چند لحظه استراحت میکنیم خودمون آماده میکنیم برای دور بعد همراه شو از